بچه سلام. من نشسته بودم داشتم ادیت میکردم، دیدم که هیچ جای ویدیو من صحبت نکردم. گفتم بیام یه توضیح کوتاهی بدم. هفته گذشته من تهران بودم، با دوستام تهران گردی کردیم، کافه ها، رستوران های مختلف رفتیم و اینکه بعدش هم با دوستام اومدم رشت. یه سری مهمون جدید داشتم که تا حالا رشت نیومده بودن و همین باز با اونا رشت گردی کردیم و اینکه کلا برای همین توی این ولاگ خیلی میبینید که هی کافه و رستوران های مختلف میریم. خب میدونید دیگه رشت اصلا معروفه به غذا و بچه من خورشت چی بود اسمش؟ خورشت خلال کرمانشاهی. خورشت خلال کرمانشاهی تا حالا تست نکردم، اولین باره، ولی فکر کنم خوب باشه. امیدوارم به موزیکش گیر نده یوتیوب. خوبه. زیتون پرورده. زیتون پرورده خیلی میخوره. از این زاویه فقط قبقبا مفتاده.
جون این بود. آقا میگی تو اصلا وقتی ما تو سمت خیلی خوشگله واقعا این سفر همین اومدن همین برای من کافیه. ببین حالا اگه با این دیدیم ما رو جفنگو بود کجا بود 4 تا حالا از اینجا تا اونجا خیلی فاصله داره. نمیشه که من یوتیوبرم. چه شیشه علکی آورد. آره بارون میگره. این چی بود؟ ترشه. اینم خیلی ترش. اون فکرم آبگوره داره. بده؟ کم بده؟ این بیدمش بهار نارنج اینا بود. دلار هم داره. این آبگوره هست فکر کنم. آبگوره دلار. نه خوبه. عجب آهنگی گذاشت. خیلی خوشمزه. اسمش گیلانه. عمره اگه آووکادو داشته باشه فقط یکی میگه که من سوال می‌کنم ما شکلاته بخون یادم میاد دیشب خوابیده بودم تا دور بوستی تو از اولی شد زی سیروس جمیان میدان تو هم بیا و همه دست به دست. شعر رو کی اینجوری میخونه؟ دو شعر باید دو خب یادم میاد دیشب خوابیده بودم تا دور بوستی تو از اولی خسته و داغون و لیده بودم میگی مرات گپ نمیشه علی همچین که گرم خواب بود چشام نست جدید درام این مورد چی بگه
یهو خیال کردم یکی کرد صدام آیندگان هویت پس چی به بهش نگاه کردم و گفتم سلام زبان گیلکی میفتخر لحجه دیگه باید با لحجه اینو اسکن کن شاید فرق کنه با من نمیدونم اسکن کن ندارم که اسکن نکرد من با دوستان اومدم 46 شعبه گرمابش تو خیابون توحید گلساره غذا سفارش دادیم منتظریم غذامون بیاد ببینیم چطوری اومدیم دوستای اسپند از توابع شهر سومسرا بعد ویلای که بچه ها بودیم یکی دو روز و الان هم داریم میریم همینجا توی روستا یه جایی واه چقدر خورمالو ماشاءالله یه جا توی همین روستا یه جایی رودخونه شبیه رودخونه است ولی توش قایق انداختن از این پدالی ها قوهای پدالی بعد میتونی بریم مثلا اونجا قایق سواری حالا تابلو زده بود با تابلو داریم میریم ببینیم چه جوریه حالا نمیدونم اصلا میشه رفت یا نه بازه یا نه اقامتگاه آره خونه مادر بزرگ جالبه بچه یه جای پیدا کردیم معلوم نیست کجاست اوه دستشوییه طرف خونه‌ش رو برداشته بغلش رودخونه است 4 تا قایق انداخته توش اوه اینجا رو کافه است حالا بذار ببینیم بچه‌ها چی میگن حیف شد نه این رفاقا به نسبت رودخونه است چرا؟ شکر ما اینقدر این چند روز غذا خوردیم شکممون داره میترکه بچه ها گیر کردن آخه این سخته میدونی این میخوای راست بری باید اینو چپ یه چیزی داره اینجا اهرامه باید چپ بگیری میخوای چپ بری باید راست بگیری